گناه علنی شده، یک گناه همگانی شده، دو گناه دست کم گرفته شد میشه، سه و هیچی نمیگه به خاطر گناه. در نتیجه تو عرضه داری شوهرتو نگه دار، تو دلربا باش، تو دلبر باش، تو دل زنده باش، تو شیر دل باش، خور نزن، قهر نکن. وقتی بلد نیستی زنا با هم دیگه اونه که بی سوادن بدبختن میگن نگاه کن اگه میخوای شوهر از حساب ببره بهش بی محلی که خواهر ای الهی اسرائیل به تو محل بگذاره. خاله کوکر چیکار میکنی تو؟ عرضه داری براش. مولا علی فرمود تنها رقصی که حلال رقص زن برای شوهرشه، باقی رقصا حرومه. خب زن مذهبی حزب اللهی مقنعه چادر کشی میره تو راهپیمایی میگه آمریکا فکر نکنی ما زنیم تو دهنت میزنیم، اما برای شوهرش بلد نیست شعر بخونه عتیقه دوران. خب تو چطور برای بچه ها میخونی لا 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 گل پونه گدا اومد در خونه با ویلا